با سلام به یکی شما بینندگان بینیت گرامی، شلوی گلخوجه هستم. با خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان بازم ساعت 10 به وقت پرگه در خدمت شما هستم و تشکر میگم که پیوسته ما رو تماشا میکنید. امیدوارم تا آخر صحبت با ما خواهید بود و همین گونه 3 ساعت پس ما رو همراهی میکنید در برنامه خبری که فراگیر موضوع تازه تاجیکستان و جهان است. و همین خبری که حالا به دست ما رسید، رحمت الله زویرов رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که شام 22 سپتامبر در نزدیکی خانه‌اش در دوشنبه مورد حمله شخصانی ناشناس قرار گرفته است. روز 24 سپتامبر در یک بیانیه در فیسبوک گفت 2 نفر ناشناس از پشت به او حمله کردند. وی نوشت نخست یکی از آنها به سر و چشمش زد، شخص دوم او را سخت به درون جوبر تله داد و هنگام افتیدن کتفش به راهرو برخورد و با هر دو زانو به درون جوی افتاده است. 4-5 دقیقه رحمت الله زویرov بی‌هوش بوده است. وقتی به خود آمده است در اطراف کسی نبود و با یک از آب خود را به خانه میرساند. دفعه دوم است که رحمت الله زویرov مورد حمله شخصانی ناشناس قرار میگیرد. زویرov میگوید حمله آخر بعد از بازگشت او از نویه‌های کشور صورت گرفته است. حزب او انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر تحریم یا بویکوت کرده است. در این باره ما در ادامه روز برای شما بینندگان عزیز تفصیلات بیشتر خواهیم داد. پرزیدنت تاجیکستان امالی رحمان میگوید این کشور تصمیم دارد نامزدیش را برای عضویت موقتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشبری کند. ضمن سخنرانی در مجمع کلی 75مین سازمان ملل متحد، امالی رحمان ابراز داشت که با نظر داشت تجربه تاجیکستان در مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیر قانونی مواد مخدر و ایجاد صلح، این جمهوری میخواهد نامزدیش را برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل در سالهای 2028-2029 پیشبری کند. به قول امالی رحمان، تاجیکستان تلاش‌های ایجاد صلح سازمان ملل را دستگیری نموده در این سمت سهمگذار نیز هست. رهبر تاجیکستان خاطر نشان کرد که افسران تاجیکستانی در عملیات مؤسسه‌های سازمان ملل در دارفور، سودان جنوبی و شهر ابی سودان اشتراک می‌کنند. مقامات داغستان برای کمک دریافتن محبوسان فراری شمخال جایزه اعلام کردند. شب سه‌شنبه 6 محبوس از مؤسسه اصلاحی شهر مخچقلا گریختند. برای معلوماتی که به یافتن جنایتکاران کمک خواهد کرد تا 1 میلیون روبل مکافات پولی تعیین شده است. این مبلغ الکی از بودجه حکومت جدا کرده است. وزارت کارهای داخلی داغستان خبر داد که 2 نفر آنهایی که از محبس گریختند شهروندان تاجیکستانند. در خبرهای قبلی تنها 1 نفر زندانی توجیه گفته شده بود. طبق معلومات رسمی فراریان محمد رسول مشربов و شامیل بویماتov میباشند. بویماتov زاده نویه یوان به 12 سال زندان و مشربov به 8 سال زندان محکوم شدند. بنا به معلومات نامه نشر کرده مقامات ملیسای داغستان، بویماتov به قاچاق مواد مخدر و مشربov به آمادگی به جنایت یا قصد صادر کردن جنایت گناهکار شدند. همراه آنها 4 شهروند داغستانی از محبس گریختند. زندانیان توسط نقب فرار نمودند که برای کندنش 1 سال صرف کردند. اگر محبوسان فراری اختیاراً تسلیم نشوند، به مهلت زندانی آنها باز 5 سال دیگر اضافه خواهد شد. شرکت‌های هوایی اورالسکی اویالینی در زمان پاندمی کووید 19 طریق پروازهای چارتری تقریباً 40,000 مسافران را انتقال داده است. خبرگزاری تاس می‌نویسد که هواپیماهای شرکت مذکور از 4 اپریل تا 21 سپتامبر سال جاری 240 پرواز چارتری انجام داده است. به همین ترتیب از خارج به روسیه توسط 116 پرواز بیش از 15,000 شهروندان این کشور به وطن آورده شدند. بیشتر این پروازها از تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، قرقیزستان، آذربایجان و هندوستان و ترکیه به شهرهای یکاترینبورگ، مسکو، قزان، رستو لبیدان و اوفا صورت گرفته است. در عین زمان توسط 124 پرواز چارتری زیاده از 21,000 شهروندان خارجی از مسکو و یکاترینبورگ به تاجیکستان و قرقیزستان، ازبکستان و دیگر کشورهای اروپا برده شده. روسیه از 21 سپتامبر راهاندازی پروازهای چارتری را برای آوردن شهروندانش از کشورهای خارجی بیکار کرد. این هم در حالی است که شماره زیادی تاجیکان که همزمان شهروندی روسیه را دارند این شب و روز میخواهند از تاجیکستان به آن کشور سفر کنند. درباره راهاندازی پروازهای منتظم و یا باز نمودن مرزها، بینندگان عزیز باید بگویم که تا این لحظه یگان خبری نو در دست نیست.
اجنسی آمریکایی اوید بر رشد بین‌المللی لایحه نوی را معرفی کرد که برای 5 سال پیش بینی شده بیش از 17 میلیون دلار را در بر میگیرد. این طرح برای کاهش مرگ و میر مادر و کودک و نارسایی غذا در ختلان پیش بینی شده است. برنامه نو در همکاری با وزارت تندرستی تاجیکستان و بخش بهداشتی ولایت ختلان عملی شده. سفارت آمریکا در تاجیکستان میگوید لایحه صفت خدمات طبی و اجتماعی را در تاجیکستان بهتر میکند تا که شهروندان توانند تمام ظرفیت‌های خود را استفاده کرده سهمشان را در رشد اجتماعی و اقتصادی کشور گذارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از رای دادن طریق پوچتا انتقاد کرده پیش بینی نمود که احتمالاً دادگاه عالی آمریکا درباره نتیجه انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در کاخ سفید اظهار داشت که رای دادن از طریق پوچتا در انتخابات در پیش ایستاده آمریکا در دوران پنجشنبه کرونا ویروس باعث تقلب گسترده می شود. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت سر زدن اختلاف بر سر نتیجه های انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر شماره دادرسای دادگاه عالی 8 نفر خواهد بود و ممکن تصمیم گیری در این نهاد بسیار مهم با تقسیم آرای 4-4 با بنبست روبرو شود. انتخابات پرزیدنتی آمریکا روز 3 نوامبر برگزار می شود. در این انتخابات جو بایدن نامزد از حزب دموکرات با دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد. و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک ساکن 28 ساله شهر نورک را برای پیشنهاد پاره دستگیر نموده است. به قول منبع این مرد بعد علاقه جنسی با دختری که به سن بلاغت نرسیده است برای آزاد شدن از جوابگری به کارمندان شعبه گفتگو جنایتی در ولایت ختلان همچون پاره 70,000 سومانی پیشنهاد می‌کند. او را هنگام دادن این مبلغ کارمندان دوستانه بازداشت کردند. نسبت شهروند پرونده جنایتی آغاز شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. خب بینندگان عزیز این چند خبر تازه بود که تا این ساعت به دست من رسید. خبرهای بیشتر از این رو هم داریم که 3 ساعت پس در پخش مستقیم برنامه خبری پیشنهاد شما عزیزان میکنیم. ما رو تماشا کنید. سپاس که با ما هستید و با امید ملاقات نوبتی.